وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه می رود. پس از پیشنهاد ترامپ برای جابجایی فلسطینیان، وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه می رود. نامشروع خواندن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. بقایی میگوید تحریم‌های جدید ترامپ علیه ایران نامشروع و غیر قانونی است. اخراج 97% کارکنان USAID توسط ترامپ. بحران جدید گرسنگی با تشدید قطع کمک‌های آمریکا و روبرویی تیم کرکت افغانستان با انگلستان در آینده نچندان دور.